سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال همینچیدون. تو این ویدیو قرار در مورد کشور پرطرفدار آلمان صحبت کنیم. بیش از 20,000 قلعه در آلمان وجود داره. آلمان داره بزرگترین اقتصاد توی اتحادیه اروپا است. توی آلمان بیش از 1000 نوع سوسیس وجود داره. ایده درخت کریسمس در آلمان به وجود اومده و از اونجا به کشورهای دیگه راه یافته. توی آلمان اکثر تاکسی‌ها از شرکت لاکچری مرسدس بنز هستن. اولین مجله چاپی جهان توی آلمان شروع به کار کرد. برندهای معروف بنز، BMW، آدی و فولکس واگن همه متعلق به آلمان هستند و همین آلمان رو به یکی از بزرگترین کشورها در صنعت خودروسازی تبدیل کرده. کلمه همبرگر برگرفته از شهر هامبورگ آلمانه. آلمان به عنوان مهد شاعران و متفکران شناخته میشه. اسم کودکان توی آلمان باید توسط قانون تایید بشه و در غیر این صورت اسم بچه باید عوض بشه. یه چیزی تو مایه‌های ثبت احوال خودمون. خب دوستان، این بود از ویدیوی امروز. امیدوارم خوشتون اومده باشه. مراقب خودتون باشید. نظراتتون رو حتما توی کامنت ها واسم بنویسید. اگه اینجور ویدیوها رو دوست دارید کانال رو حتما سابسکرایب کنید و همین. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.